سلام، به کانال گرین کد خوش اومدید. توی این ویدیو اولین قسمت از پایتون مقدماتی رو با هم دیگه استارت میزنیم و با هم دیگه شروع میکنیم که کامل یاد بگیریم. از تا آخر ویدیو همراه ما باشید. بقیه متغیر رو صحبت میکنیم که چجوری باشون کار کنیم و چجوری واسه ما خونده میشن. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که ما یه متغیر، حالا هرچی اینجا ما A در نظر میگیریم، بهش مقدار میدیم. مثلا اینجا ما A رو مساوی 10 و A رو مساوی 50 و A رو مساوی 100,000 قرار میدیم و وقتی که ران کنیم از اون دکمه بالا، خروجی که به ما میده آخرین عددیه که ما نوشتیم. یعنی قبلی ها رو واسه ما نمیخونه، نمایش نمیده. به همین دلیل همیشه آخرین مقداری رو که به متغیرمون میدیم همیشه همون مقدار واسه ما خونده میشه. پس ولی به حروف بزرگ و کوچیکش حساسه. مثلا اگر ای بزرگ بذاری ای کوچیک رو ران کنی، واسه آخری ای بزرگ بذاری، بالایی مساوی با 50 ای کوچیک رو به ما نمایش میده و آی بزرگ رو بزنی 100,000 رو نمایش میده. پس به حروف بزرگ و کوچیک حساسه و اینجا ما میتونستیم حتی کلمه هم بذاریم. حالا ما میخوایم اینجا با یه دستوری به اسم دستور پرینت آشنا بشیم. پرینت برای ما دقیقاً چه کاری رو انجام میده؟ پرینت واسه ما چیزی رو که بهش میگیم پرینت میکنه، نمایش میده، نمایش دهنده است. آ رو مساوی 10 میگیریم، آ رو مساوی 20 میگیریم، آ رو مساوی 30 میگیریم. حالا اینجا میایم ما پرینت رو بنویسیم. پرینت چجوریه دستورش؟ پرینت پرانتز باز پرانتز بسته و اون متغیری رو که میخوایم توی پرانتز مینویسیم که واسه ما پرینت کنه. ولی اگه بخوایم همون چیزی رو که توی پرینت مینویسیم عیناً واسه ما پرینت کنه، یعنی نره اون چیزی که شبیهشه توی کد قبل و اونو پرینت کنه، توی یه دابل کوتیشن مینویسیم. یعنی پرینت پرانتز باز و بسته دابل کوتیشن آ دابل کوتیشن پرانتز بسته و اینجوری خود آ رو میاد پرینت میکنه، نه مقداری که ما به آ دادیم. پرینت کلن برای نمایش دادن استفاده میشه و خیلی ما از این کد استفاده میکنیم. پس چی شد؟ پرینت برای نمایش دادن. اگر توی دابل کوتیشن ننویسیم آخرین مقداری که خودمون بهش دادیم رو پرینت میکنه. اینجا الان آ رو سی پرینت کرد و پایینش آ رو خودش رو پرینت کرد، چون ما آخرین مقداری که به آ داده بودیم سی بود. حالا بحث بعدی میره سر ماشین حسابای ترمینالی. ماشین حسابای ترمینالی جمع داره، ضرب داره، تقسیم داره و اینجا الان درصد نماد باقی مانده است، ستاره نماد ضربه، اسلش نماد تقسیمه، جمع و تفریق. الان ای رو ما 40 در نظر گرفتیم، بی رو 80 و یو رو 90. وقتی که آ ضرب در بی ضرب در یو میشه توی پرانتز به دابل کوتیشن اصلا نیاز نیست، چون میره محاسبه میکنه. برای ضرب ما نیاز به ستاره داریم و برای منها پرینت آ منهای بی منهای یو، آ به علاوه بی به علاوه یو درصد اسلش. ازت میخوام که وقتی که داری با اینا کار میکنی تمرین تو این باشه که سه متغیر نماد و علامتی که ازش استفاده میکنی این یه جور ماشین حساب ترمینالیه، بیاد متفاوت باشه. مثلا آ ضرب در بی منهای یو
آ ضرب در بی ضرب در یو ضرب در منهای آ تقسیم بر بی میخوام متفاوت باشه. حالا نماد بعدی 2 تا ستاره یعنی توان. اینجا ما باید راجع به مساویا بدونیم. مساویا تو یه دونه مساوی بذاری یعنی داری مقایسه میکنی، ولی وقتی که 2 تا مساوی بذاری یعنی داری برابری رو نشون میدی. بزرگتر مساوی، کوچیکتر مساوی و علامت ترجمه مساوی یعنی اینکه نامساویه. همیشه هم جواب اینا true یا false. مثلا آ رو ما 10 قرار دادیم، بی رو 20. وقتی که دستور پرینت رو میزنیم میگیم آ مساوی بی، 10 و 20 با هم مساوی نیستن، پس قطعا به ما فالس رو نمایش میده. یا پایینش وقتی میگیم آ کوچکتر مساوی بی، قطعا باید ترو رو به ما نمایش بده، چون آ کوچکتر از بی هستش، پس قطعا اینجا به ما ترو نمایش میده. هر کدوم از اون علامت ها رو استفاده کنیم جواب ما یا ترو یا فالس هست، یعنی ما جواب دیگه نمیتونیم بگیریم. اینم از این. و حالا تمرین این جلسه. اینجا مقدارا رو توی دابل کوتیشن گذاشته، میبینی همونو پرینت کرده براش، بعد اومده گفته جمعش کن بدون دابل کوتیشن، جمع کرده. حالا اومده مقدار آ رو 10 و بی رو 100 داده. اول توی دابل کوتیشن کم کرده شده بی منهای آ، بعد اومده محاسبه کرده 10 منهای 30 و 90 رو به دست آورده. حالا اومده پرینت گرفته، گفته آ رو برای من عیناً پرینت کن و مقدار آ که میشه 10، بی رو عیناً پرینت کن و مقدار بی که میشه 100. حالا عیناً آی منهای بی رو پرینت کن و آی منهای بی رو محاسبه کن. و حالا میگه بی منهای آ رو عیناً پرینت کن و بی منهای آ رو محاسبه کن. SEP مخفف اسپیس. این خطایی که بینشونه تو هر چیز دیگه میتونی بزنی. میگه که بین اینا یه فاصله L، یه ستون برای من پرینت کن، چون نمیخوام مقدارم قاطی بشه، پس اینجا از اسپیس استفاده میکنیم. این تمرین جلسه اولت و اون ماشین حساب ترمینالی که بهت گفتم، اینا رو واسه من انجام میدی، کدشو میفرستی و با خلاقیت ذهن خودت یه ذره کدا رو فعلا جا نداره که دستکاری کنی، اما حالا همین اسپیسی ذره خوشگل کن کدا رو. و اینکه توی محیط IDL فعلا کدتو بنویس، VS کد بعداً میرسید. موفق باشی، منتظر سوالات هستم.